بهتر، از همه چیز بهتر خواهش میکنم. خب نکنه باسکلا خب بیچاره ها خب ببرن روراشون رو بالا کنه. خب رور بالا هم خود شما حال میکنین با باسکله که میگیرین، همچی سرعتتون بالاتر میشه. خب میبینی و تبلیغات میایه، هرچی بخواین شما چی نخواین تبلیغات میایه. خب ما اینا رو الان مثلا رور 8 کردیم. خب رور 8 کردیم، میام اینا رو هم رور 8 میکنم، تبلیغات میبینیم میایه، چی بخواین چی نخواین خب رور 8 رور 9 رور 9 رور 10 رور 9 رور 9 رور 10 رور 11 رور 12. ببین ماسکلم شد اینجا رور 12 شد، رور 12 شد. تو جزا میده. خب من اینا رو باز میکنم، اینو میزنم رازی. خب رور 8 اینجا می نگاه میکنی یک که تیرسی بخرم. شت کاش که نمیخریدم، ولی خب عیبی نداره خاطر من زیاد بازی کرده بودم، عیبی نداره. الان میرم دوباره داخل بازی. ببین سرعت بازی رو ببین، فقط سرعت بازی رو ببین، چیزی دیگر رو نمیگم، سرعت بازی رو ببین. نگاه کن اینجا میای مثلا به خود خود دوچرخه خود نگاه دوچرخه ها نگاه، از رور 1 دارم تا رور آخری که 12. اینجا می دستکش رو میگیری، اینجا باید ویدیو سیک کنی، دستکش کلا هم باید ویدیو سیک کنی. همه همینو میگیرم، ما نمیخوام جز کنیم. خب الان میریم بازی. ببین فرق نمیکنه این یکی، ببین سرعتشو فقط ببین، فرق نمیکنه. اینا رو هم بزن در و داغون میکنی، در و داغون کن. کسی هم با تو چیزی نیست اینجا با تو بگه که آقا سرعتت پایینه، نمیدونم داغون میشی یا میفتی از دوچرخه. نه بابا بزن کیه بزن نگاه نفر اولی ببین نفر اولی الان نگاه رو باسکل میزدم نفر اولی. میبینی تاج گذاشته رو سر من. دیگه برو رو از این خونه 10% میشی که با تو درصد بالا هم با تو میده. نفر اول هم شدی. الان میزنی اینجا 7 میلیون هم اینجا میگیری، تبلیغات هم میری نگاه میکنی. ببینی بچه گای گداری هم به موقع سوی تفاهم نشه که بگن هر دفعه اول میشیم و ما چیزی نمیده. گای گدار 2 دفعه 3 دفعه باید اول بشین که تا به شما دوباره کد بده که دوباره بتونین بازی کنین، به شما چیز بده. فهمیدی؟ به شما همون کدو بده که کدو بری وارد کنی، بزنی به شما کلی رو بده. حالا میریم ما دوباره بازی میکنیم. ما الان 2 دفعه بازی کردم، 1 دفعه بازی کردم، این بار دوم منه. گفتم که میزنین بزنین، خوبم بزنی. خب فرصت ندیم برینا بزنی. اینا به شما فرصت نمیدن، شما نفر اول نمیشیم، شما به اینا فرصت ندین که نفر اول بشن. بزنین در جا بزنین، فقط داغون کنه. نگاه نفر اول شدیم، میریم میشینیم رو چی؟ روز دفتر 10. خب یعنی اینجا مثلا گفتم دیگه مثل همیشه تبلیغات میایه دیگه. تبلیغات هم اومد، میتونیم اینجا فلش میایه، اینجا چیز میاد، میتونیم بزنین بره. مثلا دوباره میریم داخل بازی نگاه میکنیم. خب نه این شانس ماست، نداد. ما اینا رو هم که باز میکنیم، اینا رو من لازم ندارم، ولی شما که 100 و 2 شما 100% لازم داریم. خب اینجا چند دارم؟ 10 تا دارم. خب من 1 2 تا دیگه اینجا میگیریم، بشه رور 9 میکنم. اینم رور اینم رور 11 شد. 11 دارم. خب چند تا خرج کرده؟ 2 تا دیگه نمیتونم بخرم. خب مثلا چی میرم بازی میکنم دوباره. شما رو هم میشینم تعوت میذارم که نگاه کنین حس کنین فقط. خب به ما نداده بود، الان میاین دوباره میزنیم.
اینا هم چیز داره، تاثیر داره برای همینا. میزنیم اینا هم تاثیراتش خیلی خوب میذاره، هم روی خوشگذرانی هم روی کلیدای خوشگل همون. خب نگاه، ببین سرعت، ببین فقط برو رو ده. بم زدم در بود اون خداحافظ. نفر دیگه هم آره. خب الان من اینجا بار دومه. خب 8 میلیون درجا گرفتم. وربونک باز باره میکنم. بچه ببینید من اینجا 3 از 4 دسته بازی میکنم. خب اینا رو بزنید، اینا رو بزنید، اینا بزنید، اینا رو بزنید. خب اینا رو بزنید، مقصد تلاشتون باشه اینا رو هم زدین، بزنید اینا رو هم. چی من برای 4 جلسه 5 جلسه که بازی میکنم فهمیدن به من چیز به من میده، اسم چیه، به من از اون کد به من میده. خب من اینجا میخوام برم رو شماره 3. زور هوایی دیگه بیشتر از این نرسید. خب ببینید اینجا من برای 3-4 دفعه که بازی کردم اینجا به من چی داده، دوباره یک کد دیگه داده. خب این کد الان من بگیرم نگیرم، میگم نمیگیرم. خب من اینجا نگاه میکنم، خب اینجا هم نمیشه. باسکل به ناز بره داخل سطح آشغال. خب اینا رو میگیرم اینجا باشه. الان 9 10 11 12، یعنی یه نوتای دیگه بگیرم قشنگ اینا رو همسط بکنم، رور باسکل هم میره بالا. بازی میکنم که دو تا رمز و یه دفعه هم دیگه بتونه بگیرم. خب الان من این مثلا این کارت من استفاده کنم، باسکل من کم که خوشگل تر میشه، از روار فابریکی میاد بیرون. خب اینا رو هم بزنید بچه، اینا رو هم بزنید، نگاه نکنه، بزنید پدر سوخته رو. اینجا رورا باسکل هم بردم بالا شد، باسکل شد چی تیپ تاپ. بازی دوباره ما اون چیز رمز رو باز نکردم. خب میام اینجا میزنم رو ازی، نگاه باشه کن از اینا میرم میزنم اینا رو. الان نوبت اینه که بیام رو ازی بیام بزنم. خب بیام از رو ازی بزنم رو ازی که کپی کنه واسم. خب کپی شد، دیدین رمز کپی شد. دیگه چی، میام بیرون، بیام داخل همستر. سلام علیکم همستر بزرگ، برای سلام میکنه، یه عرض احترام بزرگ برای میکنه چون درآمد پولزاییه به شما. خب میایم چیکار میکنه، میایم اصلا میزنه رو ازی میزنیم. خب رو ازی میزنه، میان رو ازی میزنه، میان به همینجا رمز رو میندازنه. ما این دفعه رمز رو میندازیم همینجا. یه اوکی میکنه، یه اوکی دوتا شد. خب دوتا شده، بیشتر از اون نمیده. خب آقا چی شما به اینجا بزنی رمزو، نگاه رمزو همون رمزو داری.
چی اینجی بزنی چی اونجی بزنی به شما پول به شما میده، اما کلید رو به شما میده. هر 2 دفعه 3 دفعه رنگ بازی میکنین نفرا رو بزنین، نفرا تا دلتون رو بزنین زیر پا بنازین بیرون. موفق باشین همگی. حمله به نون بربری.